میدونید الدرادو کجاست؟ بیایید تا بهتون بگم. تقریبا 500 سال پیش اروپایی ها توان تولید ابریشم، پارچه‌های پنبه‌ای، قالی، جواهر و ابزارهای فولادی رو نداشتن و همچنین عاشق ادویه بودن. خب اون زمان یخچال و فریزری نبود. ابریشم و ادویه هم از کالاهای گرانبهایی بود که از آسیا به اروپا می‌رسید. و راه‌های تجاری قدیم هم به نام این دوتا کالا بود، راه ابریشم و راه ادویه. اروپایی‌ها فکر می‌کردن در شرق کشوری هست که کوه‌هاش از طلاست و سنگفش خیابان‌ها و ساختمان‌هاش از طلا بنا شده. به خاطر همین به اقیانوس‌ها کشیده شدن تا به شرق بیان و این کشور رو پیدا کنن. من تو صفحه‌ام مطالبی رو میگم به دردتون میخوره. دوست داشتید صفحه من دنبال کنید. ماراتون